یک بار پس شوی حرارت هوا در پایتخت اوکراین شهر کیև همین حالت خطرناک را به وجود آورده است. در پی یخبندی در راه‌ها حرکت اتومبیل ها مشکل گشته، صدها صدمه نقلیاتی به عمل آمد. نامساعدی وضع هوا نه تنها بر رانندگان بلکه به پیاده‌گردان نیز تاثیر رسانید. در کوچه های کیև ساکنان با مشکلی از یک نقطه به نقطه دیگر می‌رسند. در نتیجه یخبندی در مجموع در قسمت شمالی اوکراین نزدیک 200 نقطه اهالی نشین از استفاده نیروی برق محروم ماندند. در همین حال آب و هواشناسان از خطر سیکلون نوبتی در این کشور و سردی‌ها و یخبندی‌های نو آگاه می‌کنند.